به نام خداوند جان و خرد. آنچه از نظر می‌گذرانید سطرهای نامه‌ای است از محمد علی فروغی خطاب به میرزا یحیی خان اعتمادالدوله قراگزنو خواهرزاده ناصرالملک نایب السلطنه که به تاریخ فروردین 1307 شمسی برابر با مارس یا آوریل 1928 میلادی که از استانبول به تهران ارسال شده است. فروغی در زمان نگارش این نامه سفیر کبیر ایران در ترکیه بود و اعتمادالدوله کمتر از 3 ماه میشد که به جای سید محمد تدین بر مسند وزارت معارف تکیه زده بود. نامه به تفصیل است و حاوی انتقادات و پیشنهاداتی چند در باب کتب درسی ابتدایی و شیوه تدریس و نیاز کشور به متخصص و ضرورت تأسیس کتابخانه و رصدخانه و دیگر مسائل مرتبط با حوزه معارف. از نگارش این نامه تا به امروز حدوداً 1 قرن می‌گذرد. به طبع بعض مشکلات مطرح شده در این نامه مرتفع شده است، اما گویا برخی نقیصه‌ها همچنان به قوت خود باقی است. بخشی از انتقادات فروغی که خود آن زمان از نویسندگان کتب درسی بود به کم و کیف دروس دوره ابتدایی مربوط است. لطفاً برای مطالعه صدرهایی از این نامه به کپشن رجوع کنید.